سلام علیکم، سال نوتون مبارک. امیدوارم که سال خیلی خوبی داشته باشین. بالاخره بعد از عبور از هفت‌خوان رستم 403 وارد سال 404 شدیم. میریم برای ادامه داستان امروزمون. بفرمایید خواهش می‌کنم خودتون خوب پذیرایی کنید. روی همو ببوسید، آشتی کنید بره رستم جان. یادش بخیر. سلام، من سوگلم، راوی این داستان. خب تو قسمت قبلی تا اونجایی رفتیم جلو که کیکاووس همچنان داشت گند میزد و این گند بزرگی زده بود که در نهایت اون گنده کور شده بود و اسیر شاه مازندران بود. این خبر به زال رسید. زالم به رستم گفتش که ما از اونجایی که عهد کردیم مراقب پادشاهی باشیم باید راه بیفتی بری نجاتش بدی. اما رستم گفت من 6 ماه باید تو راه باشم و ممکنه که کیکاووس ناز پرورده بعد این 6 ماه بمیره. اما زال گفتش که من یه راه حلی دارم. یه راهی بلدم که به جای 6 ماه 2 هفته تو راهی. اما این راهی که من بهت میگم پر از خطر و آسیبه. ولی فکر میکنم با توجه به اینکه تو پهلوون بزرگ هستی بتونی از پس این خطرات بر بیای. خلاصه رستم به راه افتاد و توی این مسیر قرار بود از 7 خان عبور کنه که حالا ما این 7 خان رو با هم دیگه مرورشون میکنیم که چیا بودن. رستم با رخش بعد از اینکه یه مسیر 2 روزه رو توی یه روز طی میکنن بالاخره توی یه دشتی تصمیم میگیرن که استراحت کنن و شب اونجا بمونن. اما نگو که اون دشته جایگاه زندگی یه شیر خیلی درنده است. شب وقتی رستم خواب بوده اون شیر درنده متوجه حضور یه اسبی میشه که یک نفرم کنارش خوابیده. کمین میکنه، شروع میکنه به غرش کردن ولی رستم نمیفهمه. اما رخش بیدار میشه و متوجه حضور این شیر میشه. شیر اول میاد جلو، چنگی به رخش میندازه اما رخش با دندونش پوست این شیر رو میگیره و شروع میکنه اینو کوبیدن به زمین. به من تصور کنم خیلی صحنه جالبه، یه اسب مثلا پشت یه شیر رو گرفته و اینو میکوبه به زمین و در نتیجه این کوبیدنه باعث میشه که این شیره بمیره و یه خونی از این شیره جاری میشه و از بین میبردش. بامداد روز بعد وقتی رستم بیدار میشه میبینه که رخش خونی و یه شیری هم جنازهش اونجا افتاده. اول شروع میکنه با رخش مثلا دعوا کردن که تو چرا مثلا به این حیوان حمله کردی. بعد مثلا رخش هم اینجوری بوده که مثلا نجاتت دادم، چی میگی؟ بعدش هم خوشحال میشه از این بابت که خب مثلا رخش باعث شده که این شیره از بین بره و آسیب نزنه. این از خانه اول که رخش باعث نجات رستم میشه. راه میافتن و میرسن به یه بیابونی. توی مسیرشون وقتی به این بیابون میرسن متوجه میشن که توی این بیابون هیچ آب و علفی نیست. رستم و رخش هر دوشون گرسنه و تشنه بودن و داشتن از دنیا میرفتن دیگه با این تشنگیه. رستم نگاهی به آسمون میکنه و میگه پروردگارا ما نمیخوایم واقعا توی این شرایط بمیریم و از تشنگی مردن برازنده پهلوونا نیست. همینجوری که داشته از خدا درخواست کمک میکرده یهو از دور یه میشی رو میبینه که از جلوشون رد میشه. رستم و رخش شروع میکنن دنبال کردن این میش که این میش کنار یه رودخونه یهو دیده میشه و بالاخره رستم و رخش آب پیدا میکنن. شروع میکنن آب نوشیدن و آبی به سر و صورتشون زدن و همونجا رستم از پروردگار تشکر میکنه که از این شرایط بحرانی نجاتشون داده. خانه سوم راجع به یه اژدهای عظیم‌الجثه است. یه شب توی این مسیر وقتی رخش و رستم خواب بودن یه اژدهای عظیم‌الجثه‌ای ظاهر میشه. رخش بار اول شروع میکنه بیتابی و شیهه کشیدن اما به محض اینکه رستم بیدار میشه اژدها ناپدید میشه. بار دوم وقتی اژدها میاد دوباره رستم خواب بود و رخشم دوباره شیهه میکشه و رو پاش وای میسه و سر و صدا میکنه. رستم این بار هم از خواب میپره و اژدها ناپدید میشه. رستم یه عهدی میکنه، میگه من اگه یه بار دیگه با شیهه رخش بلند شم رخشو از زمین برمیدارم. خب شاید یه مشکلی هستش که اینقدر بیتابی میکنه، نمیفهمم مثلا یه چی رخشو از زمین برمیدارم سرشو از تنش جدا میکنم بخاطر اینکه خواب تو به هم ریخته. مثلا پهلوونی ها هیچ. ولی به اذن الهی دفعه سومی که رخش شروع میکنه شیهه کشیدن و رو پاش وایسادن
رستم که بیدار میشه اژدها رو میبینه. بعدم به ضرب یه گرز اونو از پا در میاره و از بین میبره. رخش و رستم به راهشون ادامه میدن تا میرسن به خان 4. توی خان 4 میبینن که یه سفره‌ای پهنه پر از غذا و طعام تازه و لذیذ، یه بو برنگی داره، شراب مهیاست. رستم اینجا از پروردگار تشکر میکنه و میشینه پای اون سفره، شروع میکنه می نوشیدن و غذا خوردن که یهو میبینه یه زن زیبارویی از اونجا رد میشه. زن زیبارو رو دعوت میکنه که کنارش بشینه و باهاش یه شرابی بنوشه و یه غذایی بخوره که همینجوری که مشغول صحبت کردن بودن یهو رستم از پروردگار همون این تشکر میکنه که همچین زن زیبارو یا سریراش قرار داده و همچین سفره‌ای و بابت همه اینا شکر میکنه. به محض این شکرگزاری یهو اون زن زیبارو نگوی جادوگر بوده، تبدیل میشه به یه عجوزه پیر و سیاه. همون لحظه است که رستم وقتی این صحنه رو میبینه سر از تن اون جادوگر جدا میکنه و شروع میکنن به راهشون ادامه دادن. بعد از این به خان 5 میرسن. رستم و رخش داشتن توی یه مرغزاری استراحت میکردن که رخشم نمیبندتش به جایی، میگه که تا من میخوابم و استراحت میکنم تو شروع کن چریدن توی این منطقه. همینطوری که داشته استراحت میکرده رستم، دشتبان از راه میرسه و میبینه که این اسب داره اینجا میچره و آسیب داره میزنه به مثلا طبیعتی که اونجا نگهش داشتن برای دامهای خودشون و همه اینا. دشتبان میاد پایین پای رستم و با چوب میکوبه رو پای رستم. رستم بیدار میشه، میبینه که دشتبان داره اعتراض میکنه که چرا اسبتو نبستی. واقعا حرفش منطقی بوده دیگه، یعنی مثلا به حرف بدی نزده که، اما رستم میزندش یه دشتبان رو میزنه. دشتبان هم خیلی ناراحت میره سراغ کی؟ میره سراغ اولاد. اولاد کی بوده؟ اولاد مرزبان اونجا بوده. اولاد هم که حرفای دشتبان رو میشنوه با یه گروهی از سربازا و اینا میاد بالا سر رستم، اما رستم شروع میکنه اونا رو هم زدن و اولاد هم دست و پاشو میبنده. اولاد ازش خواهش میکنه که آقا نه تو رو خدا مثلا به من رحم کن و من نابود نکن و اینا. رستم هم میگه که باشه یه شرطی داره، تو منو باید در پیدا کردن اون غاری که دیو سپید توش زندگی میکنه یاری کنی. اولادم نشونی میده بهش دیگه، میگه که باشه بیا من بدین نشونی رو میدم. رستم در عوض میگه که من بعد از این که دیو سپید رو شکست دادم که در نتیجهش میشه شکست خوردن شاه مازندران، پادشاهی مازندران از آن تو بشه، من مشکل ندارم و کمکت میکنم و حمایتت میکنم توی این موضوع. اولادم قبول میکنه. خلاصه اینجوری از خان 5 عبور میکنن و رستم و رخش میرسن به خان 6. توی خان 6 رستم با ارژنگ دیو مواجه میشه و اونجا شروع میکنه باهاش مبارزه کردن و از بین میبرتش و در نتیجه از بین بردن ارژنگ دیو یه تعدادی از نره دیوا هم شروع میکنن فرار کردن قبل از اینکه رستم بخواد نابودشون کنه. تا اینکه میرسه به کجا؟ میرسه به مقر دیو سپید که میشه خان 7. اولاد برای اینکه بتونه کمک کنه به رستم بهش میگه که دیوا عادت دارن که ظهر میخوابن، طی روز اونا میخوابن. توی تایم استراحت دیو سپید میتونی بری بالا سرش و دعوتش کنی به یه مبارزه. رستم همین کارو میکنه، میره بالا سر دیو سپید و متوجه میشه که خوابه. توصیفی هم که راجع به دیو سپید میکنه میگه شبیه یه کوهی بوده که موهای سپید داشته. رستم میگه که مبارزه با یه موجودی که خوابه در مرام پهلوانی ما نیست، یعنی با آگاه باشه و بدونه که داره وارد مبارزه میشه. برای همین فریادی میزنه و با یه ضربه دیو سپید رو بیدار میکنه. دیو سپید وقتی بلند میشه سریع یه سنگ سنگین بر میداره و پرتاب میکنه سمت رستم. اما رستم خیلی سریعتر از اون از جاش میجهه و با یه تیغ یه دست و یه پای دیو سپید رو قطع میکنه. در نتیجه این وقتی مبارزه ادامه پیدا میکنه و اینا همچنان درگیر بودن، رستم برمیگرده با خودش فکر میکنه، میگه که من اگر دیو سپید رو ببرم دیگه جلوی هر نیرویی میتونم غالب بشم، یعنی امکان شکست من دیگه وجود نداره. از اون ور دیو سپید داشته با خودش فکر میکرده که من اگه از این شرایط رهایی پیدا کنم
جهان رو ول میکنم و میرم یه گوشه‌ای برای خودم زندگی میکنم. آخه الهی من بگردم چرا دیو سپیدو کشتی؟ که در نتیجه هم انتهای این مبارزه دیو سپید شکست میخوره و رستم جیگر دیو سپید رو بر میداره. دلیل اینم که جیگرش رو بر میداره اینه که بتونه به کیکاووس کمک کنه. حالا چطوری؟ همون موقع جیگر دیو سپید رو میده به اولاد، میگه اینو سریع ببر برسون به دست کیکاووس که توی بنده چیز بودن دیگه، شاه مازندران بودن. میرسونه اونجا به خاطر اینکه خون جیگر دیو سپید راه حل درمان این بینایی شاه و همراهاش بوده. خیلی ناراحت کننده است که به خاطر کیکاووسی که انقدر موجوده پست و حقیریه باید مثلا یه دیو سپید کشته بشه که خون جیگرش مثلا نجات دهنده بینایی آقا باشه. در نتیجه کیکاووس و همراهاش بیناییشون رو دوباره به دست میارن و خیلی شاد و خرم یه بزمی به پا میکنن و از اینکه نجات یافتن از رستم تشکر میکنن. بعد از اون کاووس یه نامه مینویسه به شاه مازندران که توش تهدیدش میکنه، یه ذره وعید بهش میده. بعد میگه که ببین تو بیا و خراجگزار من شو و بذار زندگیت ادامه پیدا کنه وگرنه نابود میشه. شاه مازندران میگه که برو بابا، من مثلا خواستم بگم باش به کف دار نمیدم من عمرم. کیکاووس یه نامه مینویسه به شاه مازندران که بیا و از خر شیطون پیاده شو، خراجگزار من شو تا بتونه زندگی آسوده باشه. این نامه رو میده به فرهاد که یکی از پهلواناش بوده تا اون ببره به دربار شاه مازندران. یه رسمی داشتن این کسایی که مثلا توی سرزمین مازندران بودن و پهلوانای اونجا که وقتی مثلا یه پهلوانی یا یه سرزمین دیگه میومده که قرار بوده با شاه قرار داشته باشه دستش رو فشار میدادن. مثلا موقع دست دادن شروع میکردن دستش رو فشار دادن تا ببینن که آستانه دردش کجاست و چقدر میتونه این درد رو تحمل کنه. فرهادم وقتی میرسه به دربار شاه مازندران یه پهلوانی از مازندران میاد جلو دست فرهاد شروع کنه فشار دادن. فرهادم درد رو تحمل میکنه و بعدش میتونه تو محضر شاه مازندران 3 روز بمونه و مثلا اون 3 روز رو خیلی ازش پذیرایی میکنن و میزبانای خوبی میشن. اما بعد از 3 روز شاه مازندران یه نامه‌ای در جواب نامه کیکاووس مینویسه که میگه که نه، من خراجگزار تو نمیشم، نمیخوام. کیکاووس وقتی اینو میخونه و مثلا میفهمه که همچین داستانیه، این بار با رستم حرف میزنه. رستم میگه که بذار من حلش میکنم، هیچ مسئله نیست. هیچ. رستم دوباره با یه نامه راه میفته که بره دربار شاه مازندران. توی مسیری که داشته میرفته که یه سریا رو میکشه هیچی، یه درخت تنومندی میبینه، این درخت رو بغل میکنه، از ریشه در میاره، پرت میکنه سمت دربار شاه مازندران و اینجوری کلی از سربازا و اینا زیر اون شاخ و برگ اون درخته میمیرن. بعد میره تو دربار، پهلوان میاد جلوش که باش دست بده. اول اجازه میده که اون پهلوان قشنگ فشارشو بده. بعد رستم با یه فشار این خون و رگ و پوست و همه چیه دست این پهلوان مازندرانی رو نابود میکنه و این پهلوان مازندرانی رو با دست نداشته برمیگردونه پیش شاه مازندران. شاه مازندران که وقتی این شرایط رو میبینه به یکی از پهلوانای خیلی قدرترش به اسم کلاهور میگه که بیا تو برو جلو ببینیم که چند مرد حلاجی. کلاهور میره پیش رستم، با رستم دست میده. رستم هم دوباره میذاره که این قشنگ فشاراشو وارد کنه و منتظر میمونه. فشارهای کلاهور که تمام میشه رستم شروع میکنه چرخوندن دست کلاهور رو از بازو جداش میکنه. در میاره و دوباره کلاهور با این شرایط برمیگه پیش شاه مازندران و میگه که بابا بی خیال این جنگ شو، این پهلوانی که این ایرانی‌ها دارن اصلا چیز عادی نیست، اصلا انسانی نیست این حالتاشو، اینه اصلا یه چیز فراتر از انسان و اینا، بی خیال این جنگ شو، ول کن. شاه مازندران هم میگه که من باید ببینم که این کیه و چی کار است و اینا. هیچ. آقا جنگ بین این دوتا سرزمین شروع میشه. در حالی که این دوتا سپاه روبروی هم سفارایی کرده بودن، یعنی از یه طرف
کیکاووس و لشکر ایران، اگه طرف مثلا پادشاه مازندران و لشکر مازندران و دیبا. رستم اینجوری بدو با رخش میاد سمت لشکر مازندران، لشکر رو میشکافه، کلیا رو میکشه، میرسه به کی این بار؟ میرسه به شاه مازندران. شاه مازندران یادتونه گفتیم که کلا این مازندران یا دیو بودن یا مثلا جادو بلد بودن و اینا. شاه مازندران خودش یه جادوگر بوده و جادو بلد بوده. همون لحظه سری خودش رو تبدیل میکنه به یه تخت سنگ. میگه من سنگم، شاه مازندران نیستم. رستم هم این سنگه رو برمیداره، میبره جلوی کیکاووس میذاره، بعد شروع میکنه حرف زدن با سنگه که ببین اگر همین الان دوباره تبدیل نشی به آدم، با ضرب گرز یه جوری میزنم که خورد خاک شیر بشی. پادشاه مازندران که اینو میشنوه سری حالت انسانی میگیره، ولی خب رستم شوخی نداره. رستم همون موقع پاره پارش میکنه و حتی در حالت انسانی هم خورد خاک شیرش میکنه و اینجوریه که شاه مازندران دار فانی رو ودا میکنه. کیکاووس هم شروع میکنه آفرین گفتن به رستم و به لشکرش و اینا و با کلی غنیمت از مازندران و کلی دستاورد از این جنگ با شادی و پیروزی برمیگردن به ایران و اینجوریه که قصه 7 خان رستم و دیوای مازندران و شاه مازندران به پایان میرسه. حالا یه نکته‌ای که باید راجبش بگم که توی اپیزود قبلی هم بر خودم سوال بود، برای حالا مثلا خوندم راجبش، اینه که این مازندرانی که داریم راجبش حرف میزنیم راجب استان مازندران کنونی ما نیستش. میگن که ممکنه غرب ایران بوده باشه که باز میگن که این هم درست نیست و اشاره میکنن به اینکه احتمالاً راجب مناطقی از هیمالیا داره صحبت میشه، چون میگن که ناصر خسرو هم توی سفرنامه‌اش از یه منطقه به اسم یمگان اگه اشتباه نکنم صحبت کرده یا یمگان نمیدونم، که شمال شرق افغانستان یا شرق تاجیکستان امروزیه. یعنی اون منطقه مازندرانی که توی این داستان داره صحبت میشه راجبش استان مازندران نیست. خیالتون راحت، به سفرهای نوروزیتون بپردازید. این قسمت احتمالاً یکم تایمش کوتاه‌تر از قسمت‌های قبلیه. دلیلش هم اینه که اگر ادامه‌ش رو میگفتیم یه ذره به این داستان 7 خان رستمه بی ربط میشد و تصمیم گرفتیم که توی یه قسمت جدا بریم ادامه‌ش رو بگیم. یعنی 7 خان رستم باید تموم میشد. اوکی. در نتیجه مرسی که تا اینجای ویدیو رو همراه بودین و تماشا کردین. لطفاً سابسکرایب، لایک، کامنت، زنگوله رو فشار دادن اینا یادتون فشار اینجوری ما خیلی خوشحال میشیم و دلگرم میشیم از حمایت های شما. دیگه همین. شب و روزگار بر شما خوش. خداحافظ.